5 اشتباه موقع بستن سیستم. شماره 5. اشتباه زدن رم. خیلی رم رو کج میزنن یا با زور فشار میدن، بعد تعجب میکنن چرا رم خراب شده و سیستم بالا نمیاد. رم فقط توی جهت درست جا میخوره و اون شیار وسطش باید درست روی اسلات رم باشه. وقتی اوکی بود با یه فشار آروم رم وصل میشه. شماره 4. زیاد زدن خمیر سیلیکون. خیلی‌ها فکر میکنن هرچی بیشتر بزنن خنک کننده بهتر کار میکنه، در حالی که برعکسه. خمیر سیلیکون فقط باید فضای خالی بین پردازنده و کولر رو پر کنه و زیاد زدن اون تغییر زیادی روی دما نداره. شماره 3. نداشتن پایه برای کارت گرافیک. گرافیک‌ها امروزه سنگینن و وقتی بدون پایه بمونن به مرور زمان میافتن پایین و به اسلات مادربرد فشار میارن. یه پایه ارزون میتونه جلوی هزینه بزرگو بگیره. شماره 2. اشتباه زدن سیم‌های 3 و 4 پین. اگه این دو تا سیم قاطی بشن خیلی راحت RGB میسوزه که باعث از کار افتادن نورپردازی سیستم میشه. شماره 1. زدن سیم‌های پاور به پاور دیگه. ممکن سوکت‌ها شبیه باشن ولی برقشون یکی نیست و باعث آتش سوزی و